سلام دوستان، امروز میخوام نرم افزار ریزر سینپس رو به شما آموزش بدم. اگه نمیدونید ریزر یه شرکت تولید تجهیزات گیمینگ مثل موس، کیبورد، هدفون برای گیمر هاست. این شرکت یه نرم افزاری داره به اسم نرم افزار ریزر سینپس. حالا چرا ما باید نرم افزار ریزر سینپس رو نصب کنیم؟ ریزر سینپس برای کاستومایز یا شخصی سازی کلیدهای کیبورد، موس و هدفون و سایر تجهیزات هست و همچنین برای تغییر RGB، تغییر رنگ و شکل تغییر رنگ تجهیزات هستش. در ادامه توضیح میدم که چطور این نرم افزار رو نصب کنیم. خب برای نصب ریزر سینپس ابتدا باید وارد سایت ریزر بشیم تا ریزر سینپس رو دانلود کنیم. اما قبل از دانلود باید بدونیم که آیا ریزر سینپس 4 که آخرین نسخه از ریزر سینپس هست روی دستگاه ما ساپورت میشه یا نه. برای این کار وارد لینکی که در دیسکریپشن برای شما گذاشتم میشین. اگر دستگاهتون توی این لیست بود باید ریزر سینپس 4 رو نصب کنید. اگر توی این لیست وجود نداشت باید نسخه سومش یعنی ریزر سینپس 3 رو نصب کنید. برای نصب ریزر سینپس 3 سرچ میکنیم ریزر سینپس 3. اولین لینکی که میاد کلیک میکنیم. روی گزینه دانلود نو کلیک میکنیم. محل ذخیره رو انتخاب میکنیم و سیو رو میزنیم. بعد از نصب وارد محل دانلود شده میدیم. رو کلیک میکنیم. اینجا تیک ریزر سینپس رو میزنیم و موارد رو انتخاب میکنیم. این قسمت برای تغییر RGB استفاده میشه. در قسمت آخر برای کاستومایز کردن کلیدها و شخصی سازی کلیدهای میانبر استفاده میشه. روی گزینه اینستال کلیک میکنیم. اسکیپ رو میزنیم و منتظر میشیم تا دانلود انجام بشه. خب دانلود به پایان رسید و در حال نصب هسته. صبر میکنیم تا نصب کامل انجام بشه. نصب انجام شد. روی لانچ ریزر سینپس تیک رو میزنیم و گت استارتد رو کلیک میکنیم. نرم افزار ریزر نصب شد. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. اگه ویدیو دوست داشتید ما به دوستانتون معرفی کنید.